چیکار کنیم؟ اگه دوست داری. اون ریش و قیشی که دست ماست دستور دوست دختره آخه چه فایده؟ ولی خودت که میدونی من گوش نمی‌کنم. من جذابیت تو رو در اولویت قرار میدم. خب آقا سینا، دو سه تا مدل ما به شما میگیم که تو روزمرگی بزن. خواستی بری دختربازی، موها رو میاری به این مدل میزنی. حالا خواستی بری پیش دوست دخترت، اهل خانواده شدی بری در ما تو میاری پایین و یه اینجوری میکشی و این سه مدل ما برای شما طراحی کردیم. مبارکتون کنم. به زور دوست دخترت اومدی ولی اگه بارم میکنه. مدلی رو زدیم که خوراک کف اندرزگوی شما. به عنوان دوست پسر جذاب میتونی انتخاب شی. مبارکتون باشه. دست گلت نکنه. خیلی زحمت کشیدی. آقا سینا میگه دوست دخترم گفته حتما ریشامو بزن. ما هم زدیم براش. آویزه گوشت کن دوست ندارم باشی تو چشم.